مسافری خسته که از راهی دور می آمد به درختی رسید و تصمیم گرفت که در سایه آن قدری استراحت کند. غافل از اینکه آن درخت جادویی بود. درختی که می توانست آنچه که بر دلش می گذرد برآورده سازد. وقتی مسافر روی زمین سخت نشست، با خودش فکر کرد که چه خوب می شد اگر تخت خواب نرمی در آنجا بود و او می توانست قدری روی آن بخوابد. فوراً تختی که آرزویش را کرده بود در کنارش پدیدار شد. مسافر با خود گفت: چقدر گرسنه هستم. کاش غذای لذیذی داشتم. ناگهان میزی مملو از غذاهای رنگارنگ و دلپذیر در برابرش آشکار شد. مرد با خوشحالی غذاها را خورد و نوشید. بعد از سیر شدن کمی سرش گیج رفت و پلک‌هایش به خاطر خستگی و غذایی که خورده بود سنگین شدند. خودش را روی آن تخت رها کرد و در حالی که به اتفاقهای شگفت‌انگیز آن روز عجیب فکر می کرد، با خودش گفت: قدری می خوابم. ولی اگر یک ببر گرسنه از اینجا بگذرد چه؟ ناگهان ببری ظاهر شد و او را درید. هر یک از ما در درون خود درختی جادویی داریم که منتظر سفارش‌هایی از جانب ماست. ولی باید حواسمان باشد. چون این درخت افکار منفی، ترس‌ها و نگرانی‌ها را نیز تحقق می‌بخشد. بنابراین مراقب آنچه که به آن می‌اندیشید باشید.